شیوع ویروس کرونا که سازمان جهانی بهداشت آن را مهمترین بحران سلامت عصر حاضر توصیف می کند، همچنان رو به گسترش است و قربانیان بیشتری می گیرد. در سطح جهان تا صبح امروز بیش از 1,700,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا گردیدند که از این تعداد بیش از 106,000 نفر جان باختند. طبق آمار منتشر شده تاکنون 392,718 نفر پس از ابتلا به کووید 19 در سطح جهان بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 500,000 مبتلا بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و پس از آن اسپانیا با 161,852 نفر و ایتالیا با بیش از 152,000 نفر قرار دارند. فرانسه، آلمان، چین، بریتانیا و ایران نیز در رتبه‌های بعدی تعداد بالای مبتلایان در جهان هستند. در آمار جانباختگان، آمریکا با 20,071 نفر، اسپانیا با 16,353 نفر است و فرانسه، بریتانیا، ایران، چین و بلژیک پس از این کشورها قرار دارند. آمریکا به اولین کشوری در جهان تبدیل شد که در یک روز بیش از 2,000 نفر در آن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در نیم کره جنوبی، برزیل هم به اولین کشوری تبدیل شد که آمار جان باختگان ویروس کووید 19 در آن از 1,000 نفر عبور کرد.